قرار بود جون بولتون در این مشورت درباره مبارزه با تروریسم با وزیر مالیه استیون منوچین و وزیر خارجه مایک پامپئو حضور داشته باشد. امر امروزه رئیس جمهور تلاش‌های مقابله با تروریسم را تقویت می‌بخشد. اما 2 ساعت پیش از مجلس ترامپ بولتون را با یک توییت برکنار کرد. بولتون گفت خودش استعفا داد. رفتن بولتون بعدی لغو ملاقات سری با طالبان در واشنگتن صورت گرفت. قرار بود در نشست خروجی سربازان آمریکایی از افغانستان بررسی شود. میگویند بولتون مخالف چنین سازش بود. ظاهراً بعد لغو ملاقات با طالبان مشکل و اختلافات پیش آمد که در نهایت با ترک بولتون تمام شد. رفتن بولتون همچنین در زمان است که بعضی از تلاش‌های دیپلماتی رئیس جمهور برای حل مشکلات با کره شمالی و ایران ادامه دارد. جون بولتون سالهاست به تغییر رژیم در ایران پایفشاری دارد که مایه بزرگ نگرانی در جمهوری اسلامی است. با رفتن او تغییر رژیم هم در دستور کار نیست و این فضا را برای مکالمه احتمالی بین تهران و واشنگتن فراهم می‌کند. بولتون را از طرفداران سرسخت استفاده از نیروی نظامی آمریکا می‌دانند، ولی ترامپ طرفدار چنین کاری نیست و با این مشاورش اختلافات نظر داشته است. رفتن بولتون همچنین در زمان است که در سیاست خارجی ترامپ و گروه امنیتی او تغییر زیاد به وجود آمده است. متحدان ما نامعلومی و تغییر یکباره را خوش ندارند. آنها می‌خواهند حکومت یک صدا و ثابت باشد، ولی همین چیز را در دستگاه ریاست جمهوری نمی‌بینند. مایک پامپئو گفت رفتن بولتون تغییر در سیاست نمی‌آورد. من فکر نمی‌کنم که هیچ یک رهبر در جهان به این خلاصه برسد که به سبب رفتن یک نفر سیاست خارجی رئیس جمهور تغییر یابد. جون بولتون سومین مشاور امنیتی ملی دونالد ترامپ است که در 3 سال اخیر برکنار می‌شود.